چرا کله سر داریم کله مریم نداریم؟ چرا میگم بریم عروسی نمیگم بریم دامادی؟ چرا سیب زمینی داریم ولی سیب هوایی یا سیب دریایی نداریم؟ چرا کشور پرتقال داریم کشور نارنگی نداریم؟ چرا بانک صادرات داریم بانک واردات نداریم؟ چرا ماهیتابه داریم مرغ تابه نداریم؟ چرا زنجان داریم مرجان نداریم؟ چرا با قاشق چایخوری هیچ کس چای نمیخوره؟ چرا شنبلیله یک شنبه ها نمیبلیله؟ را فیلم کمدی دیدیم فیلم یخچاری نیدیم، را انبردست دیدیم انبرپا نیدیم. اگه زمین گرده چرا خیابانش صافه؟ چرا مسی داریم آهنی نداریم؟ چرا مرغ مینا داریم خروس مینا نداریم؟ گاو صندوق داریم ولی خر صندوق نداریم؟ چرا عنکبوت داریم ولی شاش کبوت نداریم؟ ما پله رو میشناسی؟ پله رقیب یزدانی تو کشتی دیگه. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. اینو اختلال روانشناسیه واسه کسایی که نمیتونن فقط با یه نفر باشن. رپر جدید است نسل 4 گاد پله الو پله کلو شله بدخوام شیخه میزنه با فلون ویوم شیخه پلو کایپلو کایپلو نه کایپلا چیه؟ کایپلا غذا بایه. خانم پله میدونی کیه؟ پله؟ را پله رو میگی؟ ولش کن. را پله رو میگی؟ بله چرا نشناسم. ورزشگاه قدیمی. ورزششون چیه؟ بوکسورن. محمد علی پله. چون دختر فکر کنی نمیدونم بازیکن فوتباله. این کجاییه؟ معلومه دیگه بازیکن تیم ملی ایرانه. آفرین. دیگری هستی یا دیگران تو هستن خیلی سخته.